تا حالا درباره روش 5-2 در روزه‌داری متناوب یا فستینگ شنیده اید؟ این یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش ها برای بهبود سلامتیه، بدون اینکه لازم باشه از غذاهای مورد علاقتون دست بکشید. روش کارش خیلی راحته. در طول هفته 5 روز مثل همیشه غذا میخورید و فقط در 2 روز غیر متوالی مقدار کالری مصرفیتون رو به حدود 500 تا 600 کالری کاهش میدید. با این کار بدنتون فرصت پیدا میکنه استراحت کنه، چربی بسوزونه و سوخت و ساز رو تنظیم کنه، در حالی که هنوز میتونید بیشتر روزای هفته از غذاهای معمول خودتون لذت ببرید. تحقیقات نشون داده این روش میتونه باعث بشه چربی بدن کاهش پیدا کنه، قند خون پایین بیاد، عملکرد مغز بهبود پیدا کنه و حتی طول عمرتون افزایش پیدا کنه. اگر دوست دارید امتحانش کنید، از 1 روز کم کالری در هفته شروع کنید و به تدریج ادامه بدید. یادتون باشه شما میتونید. و اگر میخواید نکات علمی و کاربردی بیشتری برای سلامتی و تغذیه یاد بگیرید، حتما این ویدیو رو لایک کنید، در کانال عضو بشید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعدی در دکتر او سالم و پر انرژی بمونید. ممنون که دکتر او رو تماشا میکنید. دکتر او